شام بخیر کدبانوانی عزیز. این شام طرز تهیه یک رولتی خوشمزه سیبی رو پیشنهاد میکنم که همگی در 30 دقیقه آماده می شود. هم کم خرج است، وقتی زیاد رو طلب نمی کند آماده کردنش و هم خیلی خوشمزه است و در این شام های سرد تیرماهی با یک پیاله چای کنار اهل خانواده خیلی خوشمزه است. امیدوارم پسندتان می آید. برای داخل رولت با ما 4 دانه سیب لازم است. سیب ها رو شسته تازه کرده رنده میکنیم. بعداً به آن نیم آب لیمو ilova میکنیم، 1 قاشقچه دارچین و 3-4 قاشق شکر. همه رو خوب آمیخته کرده کنار میگذاریم. طرز تهیه خمیر: با ما 4 دانه تخم لازم است. با تخم کمی نمک میزنیم و آن رو با همزن برقی خوب لب میزنیم. بعداً با آن 1 پیمانه شکر ilova کرده 10-12 دقیقه تخم ها رو لب میزنیم تا زمانی که سفید شوند و حجمشان 2 برابر شود. بعداً با آن 1 پیمانه آرد، 1 بسته وانیل و 1 بسته مویه نرم کننده را در 3 دفعه کم کم ایلک کرده ilova میکنیم و آرام میکوبیم و خوب خمیر ما آماده است.